اگر حجت‌های شما تمام شده باشد میخواهید از گرانیس قزاقستان بگذرید، مرحمت به شرکت محیدین زنگ زنید. خدا خواهد شما رو به مشکلی برده میآورند. سراغ مترو ودنی استادیوم. سری راحت نشینم خانه سازم، با موی های سیاه دشانه سازم، با موی های سیاه شانه رنگ خود را بهتر از این بیگانه سازم. بهارم میشکوفد در نگاهت در نگاهت. زنکی من یک تایده همین خداوند همین تره برای من یک تا آفر دیگه. تو بهترینی، تو مادر فرزندای من هستی، تو اصلی من هستی، تو جیگری من هستی. من برای تو میمرم، من به تو زندگی کردن نمیتونم زنک جانه. تو یک تایده یک تایی مردک لبای میگو مایمی اوتام یادسم بگیرم و تر حج روی کنیم. حج روی کنی؟ ای یک تایده زنک جان، اگر ای کار کنی به هیچ تای خود میکنی، به هیچ تا. تلفن تو برار زنگ بزنیم شا. اوس بیا زنک جان، اوس بیا. میمردم شوخه، میمردم شا. مرحمت مردک. مردک او میگو مای حج آمدن تم 3 ماه شید. ای همی پیش ای حج رفتن ای کم کم مهربانی میکردی، زنک جان میگفتی، اصحاب میگفتی، جگر میگفتی. بعد ای حج آمدن دیگه تماما مهربانی نمیکنی. ای زنکی ساده، همین آدم که حج رفت اومد دیگه هیچ وقت دروغ نمیگه. دوستان عزیز به شما بلیط های ارزان در کار است. با اویاکاس شانوزه زنگ زنید. مرحمت رقم های واتساپ. نو گفتن مانند بلیط ها ارزان و باوری نوک است. نه های کجا روزی درست کارش خو نه خونه میرو نه خود میکنه. هوخی گوش کپا خیلی با شما دو با زنگ میزنم، چیزی شید نشید با شما دو زنگ میزنم. مایلا خب مایلا. پشیمان شدم همین ترما گرفتم. چی شدی؟ پشیمان شدم. پشیمان شدی؟ آه. بازی تو مرا دوست نمیداری؟ نه. راز خیلی بود. با چون در تکی چودر ملو پرسید اکتا ها گفتی؟ من ها نگفتم. چی ها نگفتی؟ گفتی کو؟ ها مفهمید. من گفتستم که من ها نگفتم. مرا دوگانم سوال دادن که همین شه بزه. من گفتم ها.